حدیث طولانی هست. پیامبر صلی الله علیه وسلم یک درس بزرگی را برای امتش میداد. در ادامه حدیث میفرماید پیامبر صلی الله علیه وسلم فاعلم، میگه بفهم لو ان اجتمعت الامه على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا ما قد كتب الله لك. اگر کل انسان ها جمع شود که برای تو یک فایده برسانه، فایده رسانده نمیتونه مگر اون چیزی که الله در تقدیر برات نوشته کرده. و اگر کل انسان ها جمع شود که برای تو ضرر برسانه، ضرر رسانده نمیتونه مگر اون چیزی که الله در تقدیر برات نوشته کرده. غم روزی رو نخو، غم روزی رو الله خورده. چقدر امروز مردم ها به خاطر یک لقمه نان خود برای همیشه بدبخت میسازن و غلامی رو میپذیرد. چقدر انسان ها به خاطر تصاحب کردن و صاحب شدن و رسیدن به یک پست و مقام و چوکی و به یک موتر و به یک خانه از ایمانش، از شرفش، از غیرتش، از هر چیزش میگذرد به خاطر که دور زندگی بکند. چطور ذهنیت یک مسلمان بیدار بکنی که مسلمان اگر تو غلامی بکنی یا نکنی الله وعده کرده که روزی تو رو میداد. اگر غلامی نکنی با عزت زندگی بکنی الله سبحانه و تعالی روزی را از راه عزت و آبرو برات نصیب میکند. ولی اگر خودت به عزتی و ذلت و غلامی و دربدری را قبول کردی، باز از طریق به عزتی باز برو دیگه نان بخور. اما ای که چطور مسلمان بیدار شود؟ او مسلمانی بیدار میشه که خوابش برده باشد. ولی مسلمان های امروز خواب نرفتن، خوابشان نبرده، خود به خواب زدن. آدمی که خودش به خواب زده باشد بیداریش سخت است یا اصلا ممکن نیست. ما نیازمند به این هستیم که نیازی به یک تغییر فکری داریم. ما نیازی به این داریم که ما را متوجه باشیم دنیا ارزشی را نداره که انسان به خاطرش یک روز، یک دقیقه، یک ساعت، نیم ساعت، یک دقیقه حتی نافرمانی الله را بکنه و این سبب جهنم رفتن شود. مرگ ما که معلوم نیست. شاید در امو وقتی که تو غلامی را پذیرفته ای در امو وقت هم دنیا بری. شاید در امو وقتی که دستت به طرف حرام میره در امو وقت تو از دنیا بری. و این را هم باید متوجه باشیم. الله سبحانه و تعالی یک روز چهره های واقعی ما را نشان میداد. یوم تبلی السرائر، روزی که همه اسرارهای درونی ما نمایان شود. با الله باید صادق باشیم، با الله باید راست باشیم، با الله باید مخلص باشیم. رمضان فرصت خوبی هست برای که ما مخلص شویم. رمضان فرصت خوبی است که ما گذشته های خود جبران بکنیم. رمضان فرصت خوبی برای توبه و بازگشت صادقانه است. رمضان فرصت خوبی است برای درک حقیقت و شناخت راه درست. اون کدام راه است؟ اون راه فقط یک راه است، راهی که محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم آورد. بس دیگر کل راه ها به بدبختی و به جهنم منتهی میشد. فقط یک راه است که انسان به طرف بهشت میبره و او راه محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم است. پس ما باید را درک بکنیم. ما من حیث یک مسلمان مسئولیت بیداری امت اسلامی به دوش من و شماست. باید هم بیدار شویم و هم بیدار بکنیم، هم داعی شویم و هم دعوت بکنیم. اگر داعی نشدیم مدعو میشی، یعنی اگر تو داعی نشوی دیگران تو را دعوت میداد. پس هر انسان مسلمان باید این موضوع را درک بکنه و این موضوع را متوجه شود. فرصت برای نجات خود ما خیلی کم است. از بس که عمر ما کوتاه است، از بس که وقت ما کم است، دیگه ما وقت برای خوابیدن نداریم.